فرهنگ ایران باستان ما رو دو طایفه نابود کرد. یکی غربیا، دشمنی غربیا با ما حالا نی، تاریخ دیرینه ده. نه فکر کنی با اسلام بدن، غربیا با ایران بد بودن. چرا؟ میخواستن میگن تمدن مال غربه، مال یونانه. هنوزم ادعا دارن که تمدن مال ما بوده. میخوان میگن تمدن مرکزش یونانه و غربه، غیر غرب بقیه بربرن. بربر میدونی یعنی چی؟ لغت بربر لغت بر یعنی وحشی بیشعور. هنوزم غربیا اینو میخوان بگن، میگن تمدن مال ما، دیگران خبر ندارن. دو، عرب نمیفهمه، آدماش نمیفهمن. میخوام میگن ما بشر هیچ فرهنگی علل اطلاق عمیق‌تر از فرهنگ ایران، چه دوره اسلامیش چه قبل از اسلام، حتی قبل از اسلام نیرومند نیست. غرب و عرب هم یه نقطه بیشتر فاصله نداره. از رو غرب نقطه‌شو برداری چی میشه؟